مجاهدین ما هم گمان نکنن که دیگر کارشان به پایان رسیدن، به هدف رسیدن، حکومت اسلامی تشکیل شده. برعکس اگر بگوییم که کار اساسی ما امروز آغاز شده و ما از یک ابتلا و آزمون آسانی گذشته ایم، وارد یک مرحله خطیری آزمون و ابتلای بزرگتری شده ایم، مبالغه نکرده ایم. کار اساسی ما امروز شروع میشه. فتح کابل نه پایان مصیبت مردم افغانستان، بلکه آغاز خونین ترین فصل جداگانه‌ای بود که جنایات نابخشودنی روس‌ها را از یاد می‌برد. این بار گلبدین حکمتیار سرنای رقیت و وطن فروشی را می‌نواخت و افغانستان با اینکه مورد تجاوز صریح و گسترده پاکستان قرار گرفته بود، ولی برنامه چنان پیچیدگی داشت که هر کسی استعداد دسترسی به عمق قضیه را نداشت. و از این رهگذر بعضی تحلیلگران خام اندیش جنگ‌های خانمانسوز کابل را که از خارج کشور به منظور تضعیف حکومت نوپای اسلامی سازماندهی میشد، اختلافات ذات البینی و جنگ‌های داخلی میان احزاب جهادی می‌خواندند. گلبدین حکمتیار گاه به بهانه تصفیه حکومت از بقایای رژیم‌های گذشته، گاهی هم به بهانه اخراج ملیشیای دوستم از کابل و گاهی هم به خاطر احراز قدرت از هیچ جنایتی دریغ نکرد و کابل را به ماتم سرای همیشه در عزا مبدل ساخت. ولی آینده ها ثابت ساخت که هدف اصلی او نه تصفیه حکومت، نه اخراج ملیشیای دوستم و نه هم احراز قدرت بود، بلکه هدف او فقط ذبح ملت و فروپاشی حکومت نوپای اسلامی بود.